تموم شدیم. خوردیم عجب چیزی بود. حال کردیم دیگه تمام کردیم. بعد چیز تموم شده بود و آخه تموم کردیم زیاد نبود. خب دیگه چطوری پسر؟ خوبم، خیلی ممنون، مرسی. خب چیا پسند کردی؟ سس خروسی. دیگه اینم پسند کردم البته. آمازون حالا ببینم در چه حد میتونم ازت خرید کنم. با مغازه خودته؟ ناکرتم، زنده باشی. عضلات. دیگه چی؟ یه سس بود برای همبرگر. آره اینم گفتم اگه بتونم. این خوب نیست، بری بهتره. اون بهتره چون یکی از دوستام اونجا ساندویچی داره. چون همبر اینا زیاد میزن شاید براش خوب باشه. دیگه چی بگم؟ این خلال دندونام میخواستم که همراهش یه نخ دندونم هم باشه. اگه اونام داشتی خیلی خوب بود که دنبالش بودم. نه تموم شد. از اونام میخواستم. تموم شد. حیف شد. حیف شد. دیر رسیدی پسر.